صدای دلنشین آکاردون، خیابونای سنگ فرش شده، بوی باگت تازه، آسمون ابری و در نهایت یک برج بلند فلزی. وقتی همه اینا رو کنار هم قرار میدیم تصویری واضح از پاریس در ذهن شکل میگیرد. سالهاست که پاریس رو با نام شهر عاشقان میشناسن. شاید به خاطر رود سن و قدم زدنهای رمانتیک روی پلهای رودخونه به این نام معروف شده. شاید هم دلیلش کوچه پس کوچه های آروم و باغهای زیباش باشه. انگار طلسمی زیبا داره این شهر که هر مسافری رو پابند و محصور زیبایی هاش میکنه. اگه قصد سفر به پاریس رو دارین، شرکت توریستی آلپاریس از شما دعوت میکنه در این ویدیو با زیبایی های جذاب و خاطرانگیز شهر رویاها همراه بشین. و اگه دوست دارین در این سفر مجازی دنباله‌دار با ما باشین، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم لمس کنید تا سفرهای بعدی رو از دست ندین. راستی به پاریس خوش اومدید. اولین و معروفترین موقعیت زیبای پاریس برج ایفله. کمتر کسیه که ایفل رو نشناسه. در واقع خیلی ها از پاریس فقط برج ایفلش رو میشناسن. برج ایفل به عنوان یکی از جاذبه های اصلی نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1889 ساخته شد. نمایشگاه جهانی 1889 که تحت نشانه پیشرفت صنعتی و ساخت و سازهای بزرگ از آهن و فولاد قرار گرفت، کل میدون رو اشغال کرد. اون زمان برج 300 متری بهش میگفتن و بعد از مدتی اسم سازندش روش گذاشتن، یعنی گوستاو ایفل. برج ایفل در همان زمان با نمایشگاه جهانی در 15 می 1889 به روی عموم مردم باز شد. موضوع بحث و جدل در دنیای هنر قبل و در حین ساخت از طریق جسارت معماری و طراحی خودش بلافاصله مورد توجه بازدید کنندگان و پاریسی ها قرار گرفت و در سال اول بیش از 2 میلیون نفر برای بازدید از برج به اونجا آمدن. این برج 10,000 تنی با موقعیت بسیار خیره کنندش هر 1 ساعت یک بار نورافشانی میکنه و شبها قلب پاریس رو با نورهای زیباش با شکوهتر و جذابتر میکنه. وجود امکانات سرگرم کننده و اسباب بازی های مخصوص بچه ها در اطراف برج باعث تفریح بیشتر بازدید کنندگان و مسافران میشه. علاوه بر اون با بالا رفتن از برج و رسیدن به بالاترین نقطه‌اش زیبایی های شهر عشق به شکل زیباتری در ذهن حک میشه. شبهای پاریس رو از دست ندیم. به قول ارنست همینگوی، اگر بخت یارت بوده باشد تا در جوانی در پاریس زندگی کنی، باقی عمرت را هر کجا که بگذرانی با تو خواهد بود، چون پاریس جشنی است بیکران. راستی اگه روزی به پاریس سفر کردین، آژانس توریستی آلپاریس با تورهای 1 تا 3 روزه در معرفی زیبایی های شهر عشق با شما صمیمانه همراهی میکنه. دوستان عزیز، منتظر ویدیوهای بعدی ما از پاریس باشید.